یوتیوبرهای عزیز اومدیم با پارت جدیده. یادم رفت اصلا. سری سروایول بدراک ادیشن نرمالمون. این دوتا مپ دیگه هم که اینا خودم تکی بازی میکنم، این هم که فارم تست میکنم. خب بریم که میخوایم کلی کار انجام بدیم. بچه حتما هم آپارات رو داشته باشید هم یوتیوب، هر دو تا فعالیت داریم. ولی گفتم آپارات زودتر آپلود میشه ویدیو داخلش تا یوتیوب، تا بیام برعکس گفتم یوتیوب زودتر آپارات در یوتیوب زودتر آپارات. بله یوتیوب داشته باشید بس بهتره. لینک هر دوتاشون داخل یوتیوب میذارم داخل دیسکریپشن، لینک آپارات را، لینک یوتیوب هم داخل آپارات میذارم، هر دوتاشو داشته باشید. به زودی هم کانال روبیکای تلگرام هم میذارم یا هر دوشو. فعلا این سری جلو ببریم. کجا بودیم؟ داشتیم غذا میپختیم. خب بذار اینا پخته شه، بریم دیگه سراغ ویلیج و بعدش بریم سراغ پیدا کردن آیرون. خب اپیزود بیش ادیتی نداشت، این اپیزود ادیت قرار بذاریم. حالا دارم ادیت خوبی حساب در بیاد، واقعا خودم هم نمیدونم. و الان ما آیرون ناگت هم داریم، میتونیم سپر درست کنیم. میتونیم درست کنم. این پارت بریم سراغ آیرون و ویلیج و بعدش میتونیم مثلا آیرون ناگت رو تبدیل نکردم مثلا ناش گولد ناگت هم میتونیم درست کنیم. فعلا نیازی داریم یه دونه آیرون ناگت درست میکنیم که شیلمون رو تعریف کنیم. اینا شیل. خب نظری هم دارید حتما داخل کامنت ها بنویسید، مثلا گیمی میخواین پلی بدم یا هر چیزی. چون من گذاشت وایس یک دقیقه الان ردیفش میکنم. خب دسته واقعا این کارو کردن سخت. خب الان غذا هم آماده شد همش، اینا رو برداریم بریم بعد دیگه سری سراغ ویلیج. واقعا ایرانم عصبی میشم، هیچ ویلیجی نیست به ما که میرسه. خب افتاد کنون طرفه به غروب آفتاب چی میام چه دلانگیزه. بازم بابت سرا گرفتگی معذرت میخوام، به زودی ردیف میشه. خب این دوباره سمت این ور، احتمالا این ور باید دیگه یه ویلیج باشه. چه جاییه؟ شیت بشمام جدی چه جاییه؟ بکنه اینجا یه ویلیج باشه، این جای خوبیه. درخت بغلمون، همچون گاری بغلمون، آبم که هست، همه چی هست، رودخونه اینا. احتمالا همین نزدیک هم دریا هم باشه واسه اینکه کلپ بتونیم به دست بیاریم. بعدا میتونیم فارم کلپ هم بسازیم واسه سوخت، به نظرم خیلی خوبه. البته که شغل به دست آوردن واقعا کاری نداره، مثلا با فورچن به راحتی کلی به دست بیاریم. خب نمیخوادیم باز به ما ویلیج بده، بیشتر این چیزا روش احتمال باید شما کات دارم. این خب واقعا الاف شید سر خیلی چیزا، ولی رو حرف میزنم کلا. یعنی جایی که من کات بزنم حرف نزنم بالاخره. خب چرا واقعا هیچ ویلیجی نیست دیگه، واقعا داره کار به جایی میگشه که آره دیگه. این شکرم است رو بردارم. جدی هیچ ویلیجی نیست. این شکرم برایشون رسیپی جدید برامون باز شد. خیلی این حرکت جالب بود که داخل بدراک ادیشن رو برای رسیپی آوردن. کم کم شبیه جاوا میشه. واقعا این قضیه اوکی خوبه، قضیه نکته مثبتیه. جاوا واقعا خب توی نکات ریز خیلی خوبه، خوب بهتر از بدراکه. و الان لگ رو داریم. بله این اپیزود بیش اصلا لگی نداشته واقعا. نمیدونم چرا دیگه اصل هست واقعا. اگه همین نزدیکی ها باشه عالی میشه ویلیج. قار واقعا درک نمیکنم چرا یه ویلیج نیست. بازی های با من خصومتی داره.
موچانگاه با من خصومت داره احتمال زیاد. چی میدونه؟ خدا میدونه. یه قرآن همین الان گوشی ها برمیدارم از اینجا میکوبم تو دیوار. بری دیگه یه ویلیجی دیگه دیوز. مگه باید ازت ندرایت خواستم، انشیت دیویس خواستم، چی خواستم ازت؟ اون بده دیگه. از چی میتونیم سدل بسازیم. وید مینت، جدی وید مینت. تو آپدیت جدید میشه سدل صاف کن با یه آهنم بود. دارم من آهن یه دونه. آهن خوبه. چه فکری به ذهنم زد جدی. مثلا اول آهن رو تبدیل کنم. اینا از آهن البته چرم نداری کسی. چی؟ ای خدا بذار اینو بکشم. چرم بده نکنن. یه گاوم هست. اون یکی گوستان رو برمیم اینو میکشیم. متاسفانه دنیا به کامت نبود. خدا بیاموز. شاید همین میشد اصلا مثلا تا آخر اون، ولی به جاش میگشت. همیشه دست خودمون تصمیمایی که میگیریم تو زندگی. هی حالا یه سدل بود اینجا. نکنه با 2 تا آیرنه. نه اینهاش خدارش خیلی خوب شد که تو این آپدیت جدید اومدن سدل ساختن رو گذاشتن. سدل پیدا کردن واقعا عجابی بود به نوبه خودش در زمان قدیم. اول باید راه میشد. این مسخره بازی ها هم داره. خب چه سریع راه میشد. اینو بذارم رود برید توش. خب نه یه حرف قشنگی نبود. از خوبه گوشتمون نمیشه. سرعتش هم بد. بریم با این اسب دیگه. حالا من تا جایی که ویلیج پیدا کنیم ایریت میزنم براتون. حالا خواهم مثلا همینجا ویلیج باشه. ویلیج واقعا نیست. خیلی گشتم. تصمیم برای این شد آقا تا فعلا همینجا زندگی کنیم تا بعدا میرم ویلیج پیدا میکنم. اسم این اسب حالا چی بذاریم؟ حالا بذار فعلا من تخت اینا رو بذارم. ریسپاین پوینت و اینا رو ست کنم. خب ریسپاین پوینت هم ست شد. خیلی گشتم. واقعا نیست، جدا نیست. نمیخوام تنبلی کنم. واقعا هر چی میگردم نیست. نامسته اصلا میخواد که پیدا نشه. واقعا نمیتونم کارش کنم که دیگه نمیخواد پیدا شه. پیدا نمیشه دیگه. حالا ما اینجا فعلا خونمون رو بنا میکنیم. یه چست فعلا بسازم. اسبمون هم داره میره باشه خودش. نمیره دور نمیشه. الان واسه یه جا درست میکنم. وقت نیست البته. بذار فعلا اسبمون رو واسه یه جایی بکنیم. فقط اینجا چست هاشه اشکال جا لالم واسه تکلم از دست میدم. همین الان از دست دارم. خب اینا رو بذارم. ما میریم وارد قارش. یه بغل قار هست. شما نذار. بذار این بیلم بردار. این بغل یه قاری هست. حالا برمیرم بذار وسایل اضافه کنش. همه رو بذاریم یه لحظه. بغل یه قاری هست. ما میرم داخل این قار. ببینم چی میتونم پیدا کنم. هر غذایی دارم برمیدارم. فعلا چوبم بردار. سنگم بردار. یا میسه چوب هست. اینا رو بردار. خب سید کجا رفتی تو؟ باید زمین رو بکنم میره. اسمشو چی بذاریم راستی؟ حواسم رو غلام بذاریم اسمش. غلام زشن رو اسمی باید اباحت غلام بذاریم روی اسب. البته اسب هم اباحت پس هم غلام. آقای غلام فعلا بذاریم اینجا. حالا نیم تک پیدا شدم میذارم. آقای غلام داره بدقلقی میکنه. بیو میخواد ماینکرافت هر کاری کنه تا من نگاه. آها الکی که الکی آخه غلام دوستتم میارسن. باش حرف بزنم از همون پایین. اینم بکشم. میترسم برم پایین قضا چند بیارم. مختصات بازم ببینم 1200 900. مختصات بس 1200 900. از این قدیلا همین بغل هست. بخوایم برای ارتفاعی 66. این کار احتمالا تا ارتفاعات پایین برسه. کار نیست اصلا. چی میگی اصلا؟ بس همین حال بریم پایین منابعش رو جمع کنیم. بذار این نوبای سگ. وای از این زومبی ها نکو بود. میدونم سمت این بر
سریع اینو بکنم میاد میارن نمیزن زیرمون بیا. آخه خب به قرآن من بمیرم آبرو شرف که چه از من بیاد شرف اصلا نمیده از من شرفی خب بذار بکنم فقط من فرار کنم میمیرم شت تو اپیزود دوم یک من بس من اینو بذارم اینجا سریعا یه بلاک چوحیفه ولی خب این بر من یه آهنی هم دیدم بکنم چند نکاره کنم بالاخره خب آهن نیاز داریم زغال چه چالی همیشه چند رسیدم زغال خوبه زغال نیاز داریم زغال داریم هرچی بیشتر بهتر چرا که نه الان ما بریم دنبال آیرون آهن پیدا کنیم میتونیم آهن پیدا کنیم میتونیم پول آیرون شیم و بعدش میریم اپیزود سوم دیگه حالا بذار تا پول آیرونی این اپیزود ادامه میدیم تا وقتی کلی آیرون پیدا کنیم بعد اپیزود بعدی 100% میرم سمت ویلیج 100% شک نکنید ذره تأمل نمی کنم در رفتن به سمت ویلیج یه غذایی بخورم چون من یه چیزی دیدم یه آیرونی دیدم توهم زدم و یا مثل الان میگه بکن خب بتون بری زره میسی بسازی بچه ها من متاسفانه نسخم 1.21.90 همچه که هاچی نایمدی 1.21 اون نسخه که جدید قرار اضافه شه و داخلش زره میسی میشه ساخت میسی کاربرد خاص زره میسی گفتن که بین زره چرمی و آهنیه چیز بدی نیست در کلمه بازی ولی الان من نمیتونم بسازم چون آپدیت نیست و نیست این همچین رسیپی داخل چقدر لگ یک لحظه داخل اینونتوری برم بذارت من یک دقیقه که برم یک چیز و چیز و اینو میارم چیز انگاه چیز نکن که چیز هم میاد چیزت میاد لب میدی یا چه بولشیت هایی من بذار بریم پایین دنبال آهن همینجوری دنبال آهن بگردم پیدا میشه آهن فراوان شانس 0 دستواره از هر چیزی خوب بود شانس آوردیم به قول معروف از شانس خود شانس چه سب میدارم بیم از هر چی شانس بشست من این کارم ادیتور میتونم با ادیت بزنم و میزنم یه سری هم مثلا اینجا میزنم خب ما رسیدیم به ارتفاع 15 به نظرم ارتفاع خوبی برای پیدا کردن آهن همینو میکنیم بریم جلو و یه چیزی هم بگم که ما قبلا داخل این ارتفاع حالش بخیر حدود 5-6 سال پیش ما میتونستیم دایمند پیدا کنیم ببین به چه روزی افتادیم داخل این ارتفاع باید بیایم که آهن پیدا کنیم واقعا بازی سخت‌تر شد از بعد از اینکه دایموند وارد دیپ سلیت شد دیپ سلیت هم سخت‌تر کنده میشه واقعا رو مختره و آره دیگه ما اینقدر میکنیم تا آهن پیدا کنیم خب ما اولین آهنمون رو پیدا کردیم میتونم ضبط کنم با هم میکنیم اولیش دیگه خب چه تعداد بالایی هم بود گفتم تو این ارتفاع واقعا زود پیدا میشه الان هم زیاد نکردم واقعا این ارتفاع خوبه 15 حالا به نظر من پایین‌تر بین 10 تا 20 دیگه اوکیه 15 من میام بینش به نظر من واقعا حد خوبیه 15 بعد ما تا چقدر آیرون جمع کنیم ما چقدر داریم ما 8 آیرون داریم به نظر من تا 35 تا اینا جمع کنم بس دیگه فول آیرون میشم یه سری وسایلم میتونم بسازم خب بریم ادامهش شت خب بریم ادامه مای این ویدیو طولانی میشه بکنم یه 20 دقیقه‌ای بشه یا 25 الان که ضبطش میکنم 30 دقیقه 35 دقیقه میشه ولی با ادیت و اینا
35 دقیقه هم شد میشه 40 دقیقه، ولی با اینی تا اینو بالاخره تایمش کم میشه، چرا تا 30 دقیقه هم این پارت طول میکشه. واقعا میست هیچ کاربردی نداره، ولی باز تو این آپدیتی که دارن خوشبختانه همه منتظرش بودیم راستیتش. همه از اول وقتی میست وارد بازی شد میگفتیم حداقل کاش یه آرمونی داشت، یه کلنگی داشت، یه تبری داشت که کم کاربردش رو بیشتر میکرد. تو بالاخره اونجا گوش کرد. واقعا یک سری آیرون بعدی اونم داشت یک سری چیزها واقعا باید وارد ماینکرافت شدن که از نظر منطقی خیلی خوب میشه، ولی موجود واقعا منطقی نیست. اصلا نمیدونم چرا خیلی چیزها هستن. مثلا میتونه چجوری بگم، ولی هیچی به ذهنم نمیاد. اگر من مثلا میخوام یه چیزی توضیح بدم همون لحظه از ذهنم پاک میشه، مثلا کلی چیز میز تو ذهنم بود. چجوری بگم، مثلا این رو چرا تغییر نمیده؟ باید این تنها چیزی که میتونیم بگیم چیه؟ یعنی الکترو با شالکر باکس چه چیز متفاوتی داره این؟ بالاخره باید یه تغییری بدن دیگه. بدونی هم حالا فکر میکنم شاید آپدیت برای این بدن. ندیه که کلی تغییر کرد، فکر کنم آپدیت 1.17 بود یا 1.16 یادم نیست دقیقاً. یکی از این آپدیت بود که موجان داد و ندیه کلی پیشرفت کرد و خوشحال کننده بود. این ندیه خیلی چیز بود، اسمش چیه به قول بعدی دلگیر بود، ولی خب تغییر کرد. اوورورلد که اوکیه از هر نظری بخوایم بگیم. نون اند چه دوتا ساختن از سر عادت وایا زرم و خوشحالم. اینو در میذاریم جا پاس داشتم میفتم. این واقعا باید یه تغییر اساسی بکنه. کلی هم ایده هست که چجوری تغییر بکنه، ولی اگه موجان حرفش گوشش به این حرفو چیز باشه به قول معروف اسمش یادم رفت. حالا بریم تا آهن بعدی دیگه. تا الان چقدر جمع شد؟ 19 تا. خیلی سریع جمع میشه. به اینم بعدی. واقعا تو این ارتفاع آهن خیلی خوب پیدا میشه. اگه میخواین واقعا برین همین ارتفاع 15 بهترین ارتفاع واسه آیرونه. این ویدیو یه جوری آموزش پیدا کردن آهنم بود، ولی در اصل یکم نور بزنم. واقعا این سری این اپیزود با هم کارهای خوبی کردیم. یه اسب پیدا کردیم، آهن کلی پیدا کردیم. اپیزود خوبی بود. فعلا در کل تموم نشده، یه جور داریم حتی خداحافظی کنیم. آهنا رو پیدا کنم، برم بالا یه خونه کوچکی بسازم. نه خونه رو بزنیم واسه پارت بعد. آره بریم بالا تا فعلا آهنا رو بپزم فول زره بشیم و بعد میتونیم پارت بعد بریم سراغ ویلیج و خونه و از اینجور حرفا. ویلیج رو پیدا کنم اولین کار که میکنم اینه که میرم دنبال فورچن 3، البته قبلش میام دوباره داخل ماین، ولی این دفعه میرم 3 تا دایمند پیدا میکنم. 3 تا دایمند پیدا کردم اونو میریم کلنگ دایمندی میسازیم، فورچن 3 رو میگیریم میذاریم روش، بعد میریم فول دایمند میشیم. مثلا بهترین روش واسه پیدا کردن دایمند. خودمونم عذاب نمیبینیم. البته خب ویلیجرها کلی اصابون رو خورد کنن، کلی باید چوب بزنیم امرات جمع کنیم. دردسرای هر روشی دردسرای خودش داره. من این روش ترجیح میدم. این سری ها پیش ببریم و هم کلی هم قرار فارم بسازیم. آموزش فارم هم شاید به زودی بذارم، شاید نمیدونم. یه فارم ماهی خوب برای بدراک ادیشن. فارم ماهی معمولا آهن پیدا کردیم. فارم های ماهی معمولا واسه بدراک ادیشن و موبایل پاکت ادیشن و اینا کلا ماینکرافتش کاری هم اینجا هست. بعد میتونیم بیایم داشتم میگفتم فارم فیش همون ماهی خودمون معمولا کار نمیکنه. حالا من یه فارمی پیدا کردم که نیمه اتومات و همینطور اتوماتش هم میتونید کنید چون با گوشیه میتونید اوتو کلیکر بذارید، ولی نیمه اتومات واقعا فارم خوبیه. این لاک آف دستی و لور هم بندازید روی لور که نه همون لور نمیشه LUR همون میدونید چی میگم، همون هم بندازید روی اسمش چیه ماهیتون. واقعا فارم خفنی میشه. میتونید حتی اینچنتمنت کلی شاید زره
کلی ماهی میتونید ترید کنید با ویلیجر رو به دست بیارید. تو همین سری هم میسازمش. آموزشش هم میذارم داخل کریتیو واسهتون، حتما استفاده کن. ما فرم خفنی، حالا معلوم نیست کی بذارم، شاید فردا یا پس فردا بذارم به زودی. ولی این سری سروایور تمام سعی میکنم هر روز بذارم یا حداقل یک روز در میون مثل این سری. و این فرم ماهی یا فردا یا پس فردا میذارم. بس پارت بعدی هم یا فردا یا پس فردا میذارم. این ویدیو آپلود میشه، ادیت میذارم، سعی میکنم کارم پیدا کردیم. مومی هم نیست خوبه گارا اینجوری هر دم میری چقدر چیز بابا دوباره این چیزی میکنم بابا اونم برم میاد. من یه پولی بزنم. خب رو تمام میکنم. خب اوه اصلا وای خب فرار کردیم، گود اندینگ، و دوباره هم فرار میکنیم و دوباره هم فرار رو برقرار میکنیم. البته واسه ببینم سوراخ شیت از کجا اومدیم؟ جدی گم کردم. همینجا اومدیم دیگه. آها اینهاش مثلا این کجاست؟ خب چقدر پیدا کردیم؟ 31. بذار محاسبه کنیم. 24 که واسه آرمان بخوایم. اینا همه این راه 6 تا از اون ور اضافه میاریم، 7 تا اضافه میاریم. یه شمشیر و یه کلنگ. آره دیگه یه شمشیر و یه کلنگ. بذارید یک کم بیشتر پیدا کنیم. خب این هم از این فکر کنم دیگه باید بکنیم. و زغال هم هست. عالی. زغال رو بکنیم، آهنون رو بکنیم، دیگه بریم بالا، دیگه بریم سمت هوم. البته هوم که یه دونه بیت گذاشتم با 2 تا فرنیس. هوم در کل همونم هوم چیه یا مثلا سگونه سگم میگه آدم دیگه. هوم سویت هوم. بریم هوم. خب بریم سمت خونه. چند شد؟ الان این کافی نیست 33 تا. من باید کندم که خب روزم هست. خوبه یه پول بزنیم میتونیم بریم بالا. واقعا پارت خوبی بود، تونستیم الان فول آیرون شیم. بذارم داخل فرنیس. این ور خونه این ور دیگه خونه. بله این ور خونه. من بذارید آهنا رو بذارم بپزه. چند دقیقه شد ویدیو؟ 35 دقیقه ادیت میذارم 100%. یک سری 4 رو من آهنا رو بذارم بپزه برگردم. رفتم یه سری چوب جمع کردم، یه ضبط 2 هم سرعت ضبط 2 یه ضبط 3 هم از ساخت خونه که الان قراره بکنم ببینید و دیگه سری ها تموم کنیم دیگه. بعدش برم سری ها رو بسازم و تموم. عجیب چون من یه 4 تا نرفتم بالا. 2 و 3 ببین عجب گیری کردیم ما. 1 2 3 آره دیگه چی نمیرسه دستم. شیت. خب بریم دیگه تایم لپس رو ببینیم جدی.
خب خونه تقریبا کامل شد، فقط درش مونده. درش هم بذارم نورش هم حالا بذارید درست کنم. آهنا اونم پخته. الان وایسید میرم آهنا رو هم برمیدارم. اسمش چیه؟ تبدیل به آروم کنم. بذارید اول بخوابم تا ما بسمان نشه وقت. خب در رو بسازیم، 2 تا تورچ هم بذاریم، آرمورا رو هم بسازیم، این پارت رو تموم کنیم دیگه. خیلی طولانی شد. خب این از این ور. خونه بدی نشد دیگه، خونه اول بازی. شب خونه ویلیجری شد، شب رو بزرگتر و بهتر و قشنگتر. آره خونه موقته، همینجوری ساختیم. به زودی یه خونه خیلی بهتر میسازیم از این. من اینا بذارم اینجا که در رو بسازیم، بعدش آرمورا رو و بعد اپیزود رو تموم کنیم. در رو بذار اسپورس بسازیم، قشنگ میشه اینجا. خب 3 تا داد بود، 2 تا بخورش کنم اضافه شو بذاریم داخل چیز. یه درم بسش یا برداریم. خب بذاریم داخل چست. اینا رو بذاریم اینجا. خب بعد بریم غذا بخوریم یه ذره و بعد آرمور رو درست کنیم و این اپیزود رو تموم. غذا رو بخوریم. آهنا اون همشون پخته شد و این از بوت، این از لیگینز، چست پلیت و هلمت. پارسشون هم میشه کفش و شلوار و لباس و کلاه. که این نمیشه ولی حالا در رسمت تن میکنیم و بعد بریم سراغ ساخت وسایل آهنی. شمشیر رو مثل من بیشتر بسازم. شمشیر 2 تا شمشیر ساختم. عالی، اصلا عالی شد دیگه. نمیتونم تبر بسازم. اشکال نداره. اپیزود بعدی میریم دوباره سراغ آهن. اشتباهی 2 تا شمشیر ساختم، خسته بودم. خسته شدم جدی، خیلی تایم گذشت. الان فکر کنم یه ساعتی شده باشه. ببینیم. خب اینم که ببینید فول آیرون شد. اسکین اونم که الیکس اونم چند دقیقه شد ویدیو 52. حالا در ادیت کمتر میشه. و اینم که از این اپیزود. مرسی که نگاه کردید. اگر کانال را ساب ندارید ساب کنید و زنگوله را فعال کنید تا ویدیو میذارم متوجه بشید. تا پارت بعدی و اپیزود بعدی خدا نگهدار. لایک هم فراموش نشه. نظرتون رو حتما بگید. خداحافظ.